سلام، خوبین؟ بله. مهدی جان، من دوست دختر امینم و اینکه گفته پیش شماست. من چند ساعت ازش خبر ندارم اصلا. امین کیه؟ باقیتی یعنی چی امین کیه؟ آره پیش منه. یعنی چی؟ واقعا پیش شماست؟ 50% پیش منه، 50% یه جا دیگه است. یعنی چی؟ به من گفته پیش شماست، من هرچی بهش زنگ میزنم گوشیشو جواب نمیده. خب اون قسمتش پیش من نیست. چرا داری اذیتم میکنی؟ من الان عصبی‌ام. چیو بده بهش من باهاش صحبت کنم. رفتی دستشویی؟ یعنی چی؟ همین الان رفت دستشویی؟ آره گو بعدش میام همون. گوشیو ببر تو همون بده بهش. گو اول میرم، من روم نمیشه بابا دختر. یعنی چی؟ مگه رفیقش نیستی؟ خب باشه داشته خجالت میکشه. ای بار. باشه اوکی. 2 1 از شما شروع میکنیم که چرا دیسلایک. لحاظ ظاهری و تیپ و استایل که همه جوره خوبم. من حس می‌کنم اخلاقی به هم نخوره. نمیشه مثلا ایراد ظاهری بگیرم یا ایراد استایلی. چه رفتاری نمیشه. شما چرا؟ من هم از استایلش خوشم اومد، هم از حالا این گفتگویی که داشتیم. بعد نشیا. نه بابا. چرا ناراحت شدم؟